الله مهربان همون اللهی که چپا کننده این تکبر است، چپا کننده آن کسانی هستند که بر مقابل خدا جنگ اعلام کردند. چی میگه؟ میگه یک نفری بود در مکه مکرمه بود، میگفت که هیچ قوت و قدرت بر قوت و قدرت من برابر شده نمیکنه. این ایحسب الا یقدر علیه احد، هیچ قدرتی بر من برابر شده نمیکنه. این ناکس، این نالایق، این بنده ناسپاس، این رذیل، این لعین ابوالاشهب ابن کلده بود. مفسران میگن اگر در زیر پاش یگان چیزی را میگذاشت اونجا پوست آمده است، مثال پوست گوسفند اگر در پای پاش میمون در برابرش پریز میمون، میگو $1000 میتون کسی اگر می پوست تای پای من گیرد. هر چند زنازنی میکردن پوست تای پاش گرفتن نمیتون، برای که قوت بازوش با قوت بود. گاه انسان برادرای عزیز می شود که بازوی با قوت پیدا میکنه، میبینی که یکی تیفاش تیپ میکنه، یکی میبینی 4 تنگه را یافت دیروز بوده، کاری دیروز بودگیش یا حالی دیروز بودگیش فراموش میکنه. یا اینکه اگر یک صاحب یا یک تسلا شود دیگر نو پشتوی در گازی کمی را برماید ببیند امو آدم دائمی قدیش سلام علیک بدی میگه بگو نیستای. خلاص برادران عزیز و گرامی، این انسان هم ای طایفه همونها بود. دید که قوتش بسیار توانا است، بچه گو هیچ کس بر من برابر شده نمیتونه. یقول اهلکت مالا لبدا، وقتی این چیزا که اعلان کرد اکو با اینها بیچاره درگیر، چون آدمای فریخته هم هست و چند نفر آمدن گفتن ابن کلده تو اینقدر توانایی قوت داری، بازم اینقدر پول داری، نمیشود که همین محمدت نابود کنی؟ آخر روز نداری، بوتامون سرزنش میکنه، خداهامون توهین میکنه، فرزندامون همه را بسوی لا اله الا الله میخوانه، نمیشود که همین را برداری. بچه گفت که بی پروا باشید، من بسیار سومی کلام گذاشته کنم اهلکت مالا لبدا و اصطلاح امروزا پولی کلام واجی کردگیم و حضور باشید محمد هم برداشته میشه. لیکن برادر عزیز، اون خدای توانایی که گو والله یعصمک من الناس، محمد تو دعوت تا دوام بده، من از شر این بدبختات را نجات میدم. ابن کلده امروز در دهن ما و شما با کلمه لعین رزیل میبینیم، لیکن ورفعنا لک ذکرک، هر اصلی که محمد هم نمیبینه جانش برای محمد میده، نام محمد هم میشنود موی تنش میخیزه، زیرا که اون خدا پشتیبان محمد بود. اون خدا همین ذاتی بود که این خیلی کیسه ها را من برای شما 10 کیسه از داخل قرآن آورده میتونم. ما به همین سخنی که و عاشرهن بالمعروف، این از جانب همون الله تعالی است. یعنی سزاوار است برادرای عزیز که ما این سخن گوش اندازیم، سزاوار لایق که در این سخن وقت حضرت عمر رضی الله عنه برادرای عزیز که ما خاک پاشیم، ما خاک پای حضرت شویم، که وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل جنت در آمدن، قصر را دیدن با اینقدر حشمت، اینقدر دبدبه، گویم همه از بریلانت سفید. جبرائیل میپرسد که لمن هذا،
این خانه فرق میکنه از دیگر خانه ها. این است کی است؟ جبرائیل میگه عمر ابن خطاب. الله را برای عمر ساخته. همون عمر وقتی این سخن شنید از شب معراج پیامبر، از وقتی که پیامبر ما سیر جنت کرد و گشت آمد، میگه گریه کردن. پیامبر نازنین من پرسید، پیامبر پرسید، گفت داخلش در آمدی؟ مقصد بیرونش اینقدر وصف کردی، درونش چیل بود؟ حضرت گفت فذکرت و غیرت. عمر گفت غیرت به یادم آمد و داخل تاثیر نشیدم. میگه حضرت رنگی که کودک گریه میکنه گریه کردن، گفت علیک اغار ای حضرت، آخی من خاکی پاچم، پدر و مادرم فدای تو شود، او نخواه غیرت من از غیرت تو بالا باشم. او مکتب غیرت ما از تو خواندیم، درس غیرت ما از تو گرفتیم. انا همون عمر با غیرت برادران عزیز، وقتی نفر در برابرش دلیل یک آیت قرآن می آورد، با همون قدر حیبت در جاش میشید، میگفت عمر خطا کرد و تو درست گفتی. امروز چی در منزل برادرای عزیز این قدر آیت های قرآن داریم، این قدر حدیث های پیامبر داریم، لیکن خیلی شرمنده، خیلی آبرومان دست داره در پیش دیندار و بیدین به آبروی. اگر بگم صدقه همه آیت های قرآن حدیث های پیامبر شوید، با باید خفه نشید. حیف آیت ها و حدیث ها گوییم، باید خفه نشید. دادار عزیز دیده و دانسته، برادر عزیز دیده و دانسته، کارمان جنایت ہے، کارمان خیانت ہے، کارمان دروغ ہے، کارمان بے انصافی ہے، کارمان ظلم ہے. لیکن آیت هم که بیاد، حدیث هم که بیاید، این بدبختی ما، این خصلت نادرست ما مقدم آیت است. آنها که من خدای من میبینند، کافر ببیند و صحبتم نشید. عزیزای خدا را بیاد، آنها که من خدای من میبینند. من این روزا گشت گزارایی که میکنم برادر عزیز، با خدای مهربان قسم برای ما سخت مشکله کرد. من مادامی درمان بودم، بسیار مشکله از یک منطقه به منطقه دیگر، رنگ شما محبا و مخلصا و خواهشمندا. لیکن با در دل ما تصمیم میگیریم، میریم خیلی کلا ملاقات میشم. من یک آیت قرآن میگم، یک حدیث پیغمبر میگم، یک چیزی که نمیدونستگیشون میپرسن جواب میگم، میدا میگردم. ولی تبویی که من تماما یگان مشغولیت ندارم، خیلی بود زمانش ما میکنم تر باید یک بولاکی که پشه ملایم باشه، یک تکیه کنیم، یک نفر استراحت کنیم. ولی رسانیدن همین ها مسئولیت برای خودم بسیار. شرک صاحبای کتاب میگن الحمدلله الذی جعلنا من الناصحین. کتاب این همین قدر کتاب میخونده، میگه الله سپاسگزار کن مرا نصیحتگری مردم کرده. میگیم انشاءالله که در هر حرفش خدا ثواب میکنه. شاعر چی میگه؟ آنها که زمین خدای من میبینند، کافر ببینند و صحبت هم ننشینند. گر قصه خود پیش سگ برگویم، سگ دامن پوستین زمین برچینند. همین خیلی مسلمانی هستن که کافر از مسلمان بودن من نفرت دارد. چنان روزگذرانی هایی دارم که پیش سگ دا بگم اگر سگ دامن پوستین زمین برچیند، حتی در برم سگ نمیسد. صحبت اول ما درباره اون توانایی الله، بزرگی الله برابر است.
آن خدایی که اینقدر بزرگ است، اینقدر توانا است، خدایی که تصور کنید که یک نمرودی که جاه میزد در دور خودش دنیا میجنبید، یا پشه را روان کرد، پشه نابود کرد. بعضی زورها را رنگ همون کانر مگریگرام همین بدبختم همین گاه پاشه در پلیس خلق میمونه، گاه همین میت هم میکنه، گاه او هم میکنه، گاه هزار نقده کرد برای همین تکبیرهای روی عالم همین کانر در زد. این اجل که مجخش کرد، شرمندش کرد، خارش کرد، پیانسکه گشت این تمام. مثل همه وارید همین نمروده که جاغ میزد داد میگه یک پشه رویش کرد، یک پشه خط نابود شد. در جنگ احد برادران ابی ابن خلف یک آدم در همین قدر جنگ ها پیامبر بگیریم یک آدم به خطر رسوندگی تمام. ای دست پیامبر یک آدم کشته است، او هم کی است؟ ابی ابن خلف لعنت الله علیه. یک آدم، زیرا پیامبر همیشه کار میکرد که با صلح با مصلحت همه کار انجام بیاد، با خونریزی نیست. همون هم بسیار حرکت کرد که پیامبر را به قتل برسانه و نام شاکر در جهان شناند. حضرت همین یک مشت داشت، یک مشت تمام، یک مشت داد همین باید همین فوکس باید همین قرطقش دست همین یک کش داد میگه از پایان شد پیش قوم شد، قومی که اکر همه تکیه با اوبای داشت لشکر من همیه. وقتی رفت میگه رنگی گو باغست میزد. یک گفتم یگان جا خونالود نیست، یک یگان چی نیست، چی میگوید؟ این گو مشت نبود، این مشتی آدمی نبود. این چیزی بود که احساسی که من در درون میکنم اگر همین درد ما به همه تقسیم کنم گفت همین وادی را آواز میگیرم. این بزرگی الله است برادر، بزرگی دین است. انا همون خدای توانا، انا همون خدای بزرگ این هدیت‌های دادن ما را میگه که و عاشرهن بالمعروف. خدا به این روزی رسانده که زن گرفتی، به این نعمت خدا که من موفق کردم، با این آدم تو مناسبت معامله خوب ببین، با این مناسبت و معامله خوب کن، زندگی خوب کن. برادرای عزیز میدونین تضاد خوب حقارت است. این اما الله میگه زندگی خوب کن، تو زندگی خوب نمی، تو میاری به حق زنک ظلم میکنی، به حق زنک ظلم میکنی، حق زنک پایمال میکنی، زنک پدرش دشنام میکنی، مادرش دشنام میکنی، اولادش دشنام میکنی. برادر عزیز قسم به بزرگی خدا برای هر یک حرف پیش خدا جواب میدی، هر حرف در پیش خدا جواب میدی. یا آدم سوال میکنه بابای داملو مرا همین زن که در دهن طلاق کنم همین زنک طلاق میشود؟ من گفتم چی باید زنی تو چی میکردی حقارت میکنه؟ تو خیلی یگان حقارت شدی؟ او بخی حقارت چی حقارت؟ خیلی من او چه شدشنم کنم و چه شدشنم کنم خود شدشنم کنم. گفتم چی باید حقارت طلاق نمیشیده به حقارت نمیشیده؟ همین در کن یا چه فلان کنم میگه که در کن یا چه تو اتای ما فلان کنم. جواب درست آمد، جواب به حق باقی آمد. در دهنش در دهنی تو فلان کنم. همین رسو هم دارم که какой привет, какой ответ. هر دوش طوری میاد. نخواه برادر عزیز، همین شرمندگی نیست. یک پیغمبری نازنین است. ولی من در بسیاری از موضوعات در همون ملکوی خودمان میگم برادر، اگر شما خواهید هم محبت دین،
هم تجربه زندگی را پیدا کنیم، حیات با سعادت پیامبر را بخونیم. برادرای عزیز، پیامبر نازنین ببینید مسئولیت چیه. وقتی فتح کرد مکه را گرفت، باید همون گرانیتسا کنند. تصور کنید مرزها را حمایه میکنند. خب ارمیا میساخت، بازم این تربیه امت میکرد، بازم این شب زنده‌دار بود، روز روزدار بود. این کم مسئولیت وظیفه شد، باز مسئولیت زنداری را هم در برابر این اجرا می‌کند. زنهایی که در نکاح داشت از هر کدام او خبر می‌گرفت. با هیچ کدام او برادر عزیز با زبان درشت صحبت کردگی نیست. میشد برادر عزیز از سحر میگه تا بگاه آیشه با همراهش قهری میکرد. تصور که آیشه را بعد چی میگو؟ نمیگو این قهری، میگو که آیشه من میدونم که کی قطعی من قهریم، کدام وقت قطعی من خوشبی. همون وقتی که میگوی قسم به خدای ابراهیم من میفهم که دل پای من خفه. یکی اگر میگوی قسم به خدای محمد من میفهم که میل تو محبتی تو بر من هست. چقدر زندگی خوب بود برادر عزیز، چقدر زندگی های نیک بود به خدا قسم. درونش کلی مهر و محبت به زندگی داشت. چرا؟ خدا قرآن نمیگه اینا برادر شما آیت دلیل میگن، بسیار میگه هر چی میگم دلیل بیار. این دلیل الان میگه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. آیا همین آیت قرآن نیست؟ خدا میگه که ببینید زندگی را میگه از پیامبر باموز. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. شما زندگی پیامبر را برای خودتان ببینید فرض و واجب بگردانید. چرا نمیکنید؟ چرا نمیکنید؟ ببینید برادر میگه اینا می حساب کنید که یک استخوان گوشتدار در حدیث ها میگذرد. عایشه مادرمون میگه همین را میخورد و قسمتی از گوشت همین میمون، همین پشکش را میمون. پیامبر میگه میگیرید دوام میداد. یگان پای شما قطعی زن باید طواق شد خودگی است. در یک طبق شیشتک خوردن تو بعض ایدیات ندارن. بعض ایدیات ندارن برادر است. حضرت استخوان قفایی که از گوشت کمی میموند از عایشه را میگرفت میخواید میخورد. آنها را میگفتن احترام زن. حضرت سرش در بین سینه های حضرت عایشه که میماند و قرآن را میگرفت قرآن میخواند. کردار پیامبرمون است، حدیث های پیامبرمون است، حیات پیامبر را در کتاب نقل کرده. شما بعضی از اینجا ایستاده نه تنها تامین نمیکنید، این قدر حقارتشون از اینجا ایستاده طلاق میکنید. او چمای کاری کرد، او کما او کاری کرد، خواهر ما کاری کرد و دیگر. برادرای عزیز هر کار تحقیق کنید. شریعت میگه وقتی زن گرفتی باید اگر که در اون خانه پدر مادر نباشد یک خانه الهیده داشته باشد، قلف و کلید در دست زنک باشد. خشتامن خسر میگه به اجازه درآمدن نمیتوند. دارین همین اجرا میکنید. ها با درون خانه را میدوره لغزت طرف خانه میبره. خانه کلید داشته باشه میگه صاحب خانه میگه زن باشه به اجازت میگه وارد خانه شده نمیتونه. شریعت میگه. برای همین دادر عزیز من برای شما صحبت های بسیار که اینجا وقت بسیار در کار اینقدر گفتنیم که الله توانا و بزرگ میگه با زن زندگی خوب. پیامبر نازنینش میگه لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. پیامبر میگه هدیت الله میگه در حال میگه غضبناک نشه.
ягон кори аз занам дидӣ, омади ховай, омади либосота нашудай, хоната тоза накардай. خلاص ягон гапак зади гап кагардон, дарав ғазабнок наша мега, зеро бо кори дигараш кара розӣ мекунад. Пайғамбари нозанин мега акмалул муъминина имонан аҳсануҳум хулуқан ва хиёрукум линисоihim. Мукаммалтарин имона мега ин хабар аста. Пайғамбар мега акмалул муъминина имонан, аз рӯи имон мега имони ки мукаммалай? Мега аҳсануҳум хулуқан. кадоме дид феъли хуб дори, бачаи хуб, хислати хуб дори, ахлоқи хубай. دین سراپا سوختن اندر طلب. جناب لاهوری میگم محمد اقبال، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتهایش عشق و آغازش ادب. آبروی گل زیرنگ و بوی اوست، به ادب به رنگ و بو به آبروست. نوجوانی را چو بینم به ادب، روزی من تاریک میگردد شب. پیامبر میگه مکمل ترین ایمان کسی دارد که اخلاق خوب دارد، بچه خوبه. همه در لیستتون میگن حقیقتا آدم خوب، بسیار بچه خوبه. بعد ادامه‌اش گفت و خیارکم لنسائهم. بهترین تون ای جوان مردا، بهترین تون ای جوان مردا کسی هست که با زنش مناسبت خوب دارد. بهترین تان کسی که با زن مناسبت خوب دارد. برادران، همون پیغمبری که این الله او را چقدر عزت داده بود، وقتی پرسیدنش که ای حبیبی خدا کی را دوست می‌داری؟ او عایشه را دوست می‌دارد. عایشه را دوست می‌دارد. اینا برادرای عزیز، باز ما را زن مونم بپرسند ای حمد کی را دوست می‌داری؟ نمیگه شوهر. مردکان هم پرسند، مردکان حتی در دهنشون گپ بگیم زن تا دوست می‌داری؟ ممکن که بگه که مرا یگان پریکول کردیست، یا ممکن چیه که ما بگم که من زن ما دوست می‌دارم. پیامبر میگه زن ما دوست می‌دارم، عایشه را دوست می‌دارم. پس من بگم زن ما دوست می‌دارم گناهگارم؟ نه برادر، مرا پیغمبری نازنین و زن شد دوست می‌دارد، اعلان کرد گفت که من زن ما دوست می‌دارم. برای همین برادرای عزیز، زن‌هاتون را دوست بدارید، زن‌هاتون را احترام کنید. حقیقتا لایق هستن به خدا، لایق هستن. حضرت عمر را ببین، یک کس آمد پیشش، آقای ذهبی در کتاب کبایرش می‌آورد. حضرت عمر برادرای عزیز، ایسه دو حصه دنیا ای حیبتش می‌لرزد. آمد اکو که ای زنش شکایت کنه، زنش کم کم گپ گردان بود. تو مقصد چیکارش کنم؟ حکمش گپ زد. میگه که حضرت عمر خدا کشتگی زنک بالای سرش خوانده است. میگه وقتی حالا دید، میگه چه قفا کشید. مقصد دیگر اما حالی که من داشتم حضرت هم داشته. چی حال داشته مثال؟ میگه حضرت عمر اکو وقتی تری دیگر خلفا زدگی و تلخا و دیگر نبود. همه میتو کسی پیشی خلیفه میومد با زود میومد. دیدش گوی جا بیا بچم کن، اما خدمت داشتی. گو حضرت جون خدمت تمام شد. همون چیزی که بسری من بود از بسری شما هم بود. حضرت عمر گو بچم اینجا که باشید. گو همین زنی که حاضر دیدی سری من بالای من گپ میگردونید، همین گفت نامپزی منه، همین خراکپزی منه. همین لباسوی تازه میبینی که همین گوشوستگیه، همین دزمال کردگیه. خانه ما پاسبانی میکنه، فرزندکام شیر میتون نگاه میکنه. این بیرون میشم مال اسباب انجام نگاه میکنه. از همه گفت بالا همین که هر گاهی که اگر شهوت طغیان کنه در همین کس با آرامش میکنه. همین یک دهنکتی که همین میزنه، انشاءالله صبر میکنم الله هم رسول خواهد. نگو بچه‌ام را سر شد، نگو رنگی بعضی آچه ها و آته هایی که نمیدانم و انصاف دارن، رحم دارن ندارن. بچه‌ام اگر همین را سر نمیدی شیرای دارگی منم ببخشم.
اگر همین را سر نمیتی ببرو بگی دستگاه و دکانتا آخر پرداز همین کار بردار همین نخوا آخی من گاوا پیش قرار میخوندم آخی که مثلا بزرگ میگه بزرگ سالی هست کن ندارد اعتباری بزرگ عقلی بود سال اعتبار را بده عقل اعتبار انشاءالله یعنی کتاب است اگر شعور است و اگر شراب بشعور است یعنی کتاب است انشاءالله من درباره صحنه‌ها را حرمت کنم برای شما بسیار گپ‌ها دارم گفتم وای با در اون جگه درباره حقوق مردکان با گپ است اگر چندی گپ زده پدر و مادراتون حرمت پدر و مادراتون امروز خیلی خدا با ثابتی آورده اما بعضی کیا هست که گپ میزنید خریبی پول نه بذارید تکیکشون غنیمت شما هم غنیمت او هم غنیمت تکیکشون اول پرسی کرد تکی زنت اول پرسی کرد زن تا شوخی کرد خیلی پیامبر شوخی میکرد هم شوخیش کرد دل برداریش کرد زن اگر خدا خواهد بی حد کارا خوبه اگر یک تکیک صدم ندارد همه کارا برو به درجه عالی شیده خدا خواهد بیام ممکن که خانه در خانه و در میشیم حج میریم همه نیت نیک دارم دل شپرد خسندش که برادر دارد میگه دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است کعبه بنیادی خلیل آذر است دل بزرگاه جلیل اکبر است دل شب دست میگی برادر عزیز انشاءالله در این گپا تو گناهگارم نمیشه با گوش دعا کده حتما پیامبر وقتی حضرت عمر حج میرفت حضرت عمر گفت یا اخی لا تنسن من دعای بچه جان فرزند جان او جنگ رفته حتما دعا کن حضرت عمر پیامبر دعا کرد زنم بود حتما دعا کردم گناهگاری ندارد خلاص با سخنهای خوب برادر عزیز بازارتون معاملت حرمتشان کنیم و قدرشان برسیم این بود پیغام من برای شما الله همه تنگان باشد وقتی خوش کنید برای کار کنید الله مهربان دعا میکنه که اون چیزی را که از برای خدا گفتم خداوند توفیق عمل کردن چه به همه شما نصیب بگردونه دعاهایی که قبلا کردن برای کار کن برای بهبودی ها کن الله مهربان به دربارش مقبول بگردونه اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین السلام علیکم و رحمت الله تشکر زیاد به حاجی محترم خداوند هیچ وقت خسته نباشم و علمشان را از آن زیادتر کنم انشاءالله الان ما اشتر سخن به قاری امر دین که یک زمزمه کنم انشاءالله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار شبهای دراز را به عبادت چه کنم شبهای دراز را به عبادت چه کنم طبعا به گناه کرده عادت چه کنم گویم که کریم است گناه می بخشد کریم گناه بخشد ز خجالت چه کنم ای غریبی بینوا از دار هجران هم مخور ای غریبی بینوا از درد هجران هم مخور یک روزه هست در غربت تو مهمان غم مخور از وطن دور و جدا از جمیع یاران
گشت باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور گرچه مشکل آمده بگذاشتی زیبا وطن گرچه دادی مرده ها بسیار به گور و کفن جای ناشکری نباشد عبرت است بر ما و تو گر بهار عمر باشد باز بر طرفی چمن چتر گل بر سر کشیم ای مرغ خشکان غم مخور یوسفی گم گشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روز گلستان غم مخور اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. من اون تو اون جایش وقت جواب شدم برای شما میگه برادر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال درباره نماز تسبیح این برادر عزیز حکمی جمع علما خواندن این از زمره بگیم مستحبه، یعنی این نه فرضه نه واجبه نه سنت، مستحب. همین اکل در حدیث آمده است که اگر علما در قسم گرگیم زیادتر بحث ناظرا کردن که شود در یک هفته یک بار یا در ماه یک بار یا در سال یک بار یا در عمر یک بار همین نماز باید بخوانند. این نماز تسبیح عبارت از 4 رکعت، هر رکعتش در 75 بار سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله. بعضی روایت‌ها آمده است که ولا حول ولا قوة الا بالله. انا همین تسبیح را مقصد شما 10 بار پیش از سوره فاتحه را خواندیم ترتیب زمین سوره 15 بار بعد او، بعد مقصد رکوع در رفتیم 10 تا، راست شدیم 10 تا، سجده در رفتیم 10 تا، باز مثال بلند شدیم 10 تا، باز سجده در رفتیم 10 تا، جمع در یک رکعت 75 بار هم تسبیح را باید جمع در همین 4 رکعت 300 بار باید همین سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعضی روایات دیگر ولا حول ولا قوة الا بالله. اینا میگن نماز تسبیح. خب حکم از تلفن دیدن ویدیوهای فاحشگی البته این گناه است، زیرا خداوند چشمها را گوشها را موظف کرده است که باید در این راهها صرف کرده نشود. برای همین دادر عزیز بسیار احتیاط کنید که شما را یکی از سبب‌های بی‌توفیق شدنتان همین، یکی از سبب‌هایی که ضعیف میشین یا که زنک همخوابه شدن نمیتونین همین، یکی از بدبخت شدن از زنهاتون حتی جدا شدن یا اینها را میبینیم بعد زنک‌ها را مجبور میکنین که اونا ببین او چکا کرده سیو دختر بگر همین حالت در مثل من میکنیم. خب میشیم بینها این در منتالیته ما، این در آداب همخوابگی ما نمیدونیم، میشه در اینجا تلاطم، میشه جنجال.
جنجال پشت میخوان های پشتی چه؟ یعنی پشتی نمیدی های فاحشگی. و همین داداره عزیز این گناه های این کار هیچ وقت نکنید، زیرا این ویروسی هست که در ذهن یک جا بگیره تمام ثواب نیکتا میخوان آبودم. خب سیوم در کدام وقت دعای اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر و عذاب جهنم و عذاب فتنة المحیا و الممات و من شر فتنة مسیح الدجال. دعا وقت دارد، هر وقت این دعاها را بکنید، پشتی نمازه، پیشای نمازه، خب هر لحظه که قرآن میخوانید، هر لحظه که این دعاها را کنید که خدای پناه طلب میکنید و سوی تو از عذاب قبر، از فتنه هایی که امروز هستند، از فتنه هایی که بعدا میآیند، خدای به سوی تو پناه طلب میکنید که باقی ندارد. این مسئله دعاها رو برای نمیکنم یکون هفته کشیدم، یک سه چهار شهر رفتم. من سوال همین بعد نماز دعا کنیم همین گپا کی میگه که همون زور بود که همین دلیل تبو که پیامبر من کرده باشه که بعد نماز دعا نکنم. فتنه همین شور انداختن در کار نیست داده است. یک اندیشه کش ما در کدام ملکی، در کدام دولتی و همچنان هم چیزهایی را که مثال نمیدانیم بپرسیم، پرسیم بهتر شد. این مقصد که علما درگیر در این چیها بودند. بگذار مردم ما برادران، من جهانبینی وسیع است. من در هر جایی که رفتم زمین شهرها در بیرون از خارج دارم، با آدمای مذهبی هم نشستم، با آدمای بی مذهب هم نشستم. هر کسی الله و رسول میگه نقطی و سلام علیک در آغوش گرفتگی، ولی به هر حال هم که باشد لیکن مذهب حنفی که هست و هم موافق مذهب هم در کجایی که رفتم شرط نیست که آمینی بلند ما باید آمینی بلند بودم. شرط نیست که او را فیادین میکنم معنیش بکنم، لیکن من تعلیماتی که مذهبم گفتم که با حدیث ثابته منم پیروی از اون مذهب میکنم. یعنی با رفتن هر جا، با نشستن هر جا، بسیاری همه که میگن ملاشون همین تلفونه همین چیزی گوش کردن، این همین ملای او همیه و یک نفسی کویا دلیل بود بعد هیچی نمیگه و بعد یکان ساعت هست میرم بیرون ده هفته میگردم میکوه پیروش زنگ میزنن بعد دو چیزی میگه بو میوید و یک دیگرش میگه که بو گرنگ میشود. این قدر گرنگ چیدن در بیچارا، این قدر سرگردانی زن به خدا بهترش همین نیفته. پیروی ای مذهب ممکنه انشاءالله بسیار بطلا خیلی زیاد دارد. برادر از برای خدا میگم همیشه مذهبی ما و مذهبی که من همه مذهب را اعتراف دارم، ما هیچ مذهب در یکان سخن بیجا در حق نداریم، ما سطحه همه مذهب هستیم، ولی مذهب ما شرکیات خرافات بدعت نداریم، ما دشمن خرافات و شرک و بدعتیم. برای این چیزها را برادر عزیز برای هر که چیزهای زیادی نیامیدن خوب را کنم. من شما کم کنم مسئله ابار. مسئله ابار برادر عزیز به شرطی که اگر بر مادرها یعنی به همون زنها اگر تولد کردن همون زیان داشته باشه، مثال من چند خواهرام من نگفتن که دکترها میگن که اگر تولد کنی خودت کور میشه، حالا کور میشه که دیگر در این حالت 4 ماهه 5 ماهه 6 ماهه وقتی به مادر زیان میآوردگی باشه ابورت کردنش